بسیار درود و عرض احترامات هموطنان عزیز برادران بینندگان بینهایت گرامی و عالی قدر و امیدوارم که یکتان خوب صحت سلامت و سربلند هم باشین. امروز کمی همون از تاریخ گپ میزنیم. پیش از تاریخ یک حادثه را گفتنی هستم. بسیار یک حادثه ناخوب بود. بسیار یک حادثه انسان بگیم خشمگین میکردگی حادثه بود که بگیم وقتی یک همچون یک تاجیکستانی این واقعه را شاهدش شدم، گویم که خیلی مرا ناراحت کرد. امروز در یک جا رفتم، یک 5-6 جوانی تاجیک در تای یک دام، سن سالشون هم کلان است، یاش نیست، کودک نیست، نمیگیم 20 ساله 25 ساله باشه، خیلی میگه یک کودک است، جوان است ولی عقلش نمیگیره. سن سالشون کلان رنگ ما وری سر ریششون سب سفید یک دیگر را کشتل با کشتل ما چتا فلان میکنم، ما فلانت میکنم، ترا یک گپای قبی اقورت ای بالا آدمو نگه دارن. باور کنین یک ننگاورترین حالت بده اگر یگان انسان رو اگر یک نوار کنه. من خودم نوار کردم، برای خودم گرفتم موندم، یکی نوار رجیستراسیون ما آمادگی است، یکی یک آدم دیگر رو نوار کنم آوازش و پلیس چده بته بگن کدام زبان اینو گپ زده ایستادن، اینو از کجا هستن، بگن ترجمان پیدا کنن، اینا میگه تاجیکی است. باور کنین یک شرمنده ده دنیا میشین. بشخ یک دیگر کشتلش گرفتگی در تای دام در سنتر ورشاو بگیم داد و وای کردن، ما فلان میکنم ترا تو پیتوخی توی تو تری بسیار یک گپای قبیل طرف یک دیگر گفتن. کم هم نیستم 5-6 نفر طلپه. من نمیفهمم مسئله شون چی بود. فکر کنم که مسئله کوارتیر بود، از بس که کوچ پراشون بیرون در برآوردگی بدن. من فکر کنم که مسئله کوارتیر بود. خلاص هموطنای عزیزم، برادرای بینهایت گرامی، از همین چیزا بسیار خودداری کنید. در کوچه ها پرابلم اختون حل کردن، یک دیگریتون دا زوری کردن، بقیگی کردن. ما انسان های زور نیستیم هموطنای عزیزم. ما یک انسان های بینهایت بگیم که در زندگی ضعیف هستیم، برای اون که ما بسیار سطح زندگی ضعیفانه داریم. ما باید این چیزا بگیم که باید خودمون درک کنیم. خدا جون تا بگیره تو وری ریکت بقره بگو یا دخالت کنم. گفتم در بیناشون با خدمه چی ندونستم در کامیرا یکان جا بچه گرد دوما پری کامیرا است بغلطه با نگتم قطیشون بدی بگیم تو چیکو کدی تام دای جنجال بدی پگه مرم بگیم که ملیسا بوزیم بدوزن. اینجا این مسئله بسیار سخت است. مسئله جنجال گریبان یکدیگر را کشیدن، در اونجا دیده می شود که گریبان یکدیگر را کشیده ایستادن، جبی یا بقیگی کردن. بسیار ناراحت بود. خلاص به هر حال بگذاریم به تاریخ. دوستای عزیزم، عاقبت ما 2 سال نمیریم اینجا. همین پتا که اومده استیم 2 سال اگر هم خیلی یک 10 تا دیگه هم خیلی پرابلم کنیم بگیم سپیسکای سیو دمیریم که ما یک آدمای نیادکوات انسان حساب دمیریم. در باره تاریخ من راستی بسیار تاریخ میکنم، بگیم میخوام خصوصا بعضی چیزا را انیق کنم. میگن که انسان ژلودکش برای حل کردن خوراک است. هر خوراکی را که خوردی باید وظیفه ژلودکای تو حل کردن او است.
و وظیفه مغز سری آدم هر چیزی را که مطالعه میکنه میخونه اون چیز هضم کردن هست. برای همون یعنی درست هضم کردن درست. اگر جلوتکت که هرچی را هضم کردن نتونست بگیم که عاقبت مزد میگریزه. این هم بگیم همچنان همون خیلی است. سرت که اگر هضم درست کردن نتونست عاقبت بگیم ترا با راههای بگیم که ناخوب و همون با راههای هم ناخوب میبرد. عموما من امروز درباره همون پیدایشی نامی همین پارس یا پیدایشی نامی ترک اینا چی معنا دارن همین در همین مسئله کمی خلاصه براری میکنم. البته من میدونم که مثال جوانو سختتون میرسه بعضیتون ده شاید برای آینده تون خوبتر باشه فهمیدن تون، برای شما سوال جواباتون آسان‌تر شود و بعضی انسان ها شاید بیشتر خوندگی هستین از من میبروین مرا تحقیر میکنین کمبودی های مرا میگین. این هم خوب است. خلاص نام پارس و یا نام ترک این نام زبان هست یا اینکه یک نام بگیم همون یک نامی بگیم منطقوی هست. یعنی همین چیزا شما چه خیلی میفهمین. همین پارس میگن، ترک میگن، ترک زبان، پارس زبان میگن. همین چیزا من از مطالعه های همین تاریخ به خلاصه آمدم. این خلاصه ما است البته شاید حقیقت نداشته باشه اما هر یک انسان حق خلاصه براری داره. پارس گفته انسان هایی که شهرسازی میکردن یعنی بادیه نشینی میکردن اما بگیم جانشینی میکردن اونا را پارس میگفتن. برای چی؟ برای که این کلمه ها را بعضی جایهای در من مشاهده کردم که کدامی که همون حیاتی اما اروسیش در اصل obraz жизни سر میکردن که حتی که در ترکا که امروز ما ترک میگیم بعضی همین کلمه ها پیدا جا دارده میگن که اینها پارس شده ایستادن یعنی اینها پارس شدن. این معنای او را نداره که اینا را زبانشون چی است. یعنی همون جانشینی را سر میکنه یعنی که شهر میسازه و بگیم یک جا تهجایی میشوه همین تهجایشینا را با همون لقبی بگیم که پارس میگفتن. اینا وابسته زبانش کدام طرز است. برای چی؟ برای اون که خودی خوارزم پارسی است و آمدگی در تاریخ خوارزمی پارسی یعنی که خوارزمی تهجانشین گفتگی کلمه هست. این پارسی گفتگیش این زبانش گفتگی نیست. این خلاصه من هست. بعدی که وقتی بعضی ترک و شهرسازی را سر میکنن اینا را میگه پارس شده ایستادن پارسی شده ایستادن یعنی که تهجانشین شده ایستادن. این کلمه همین کلمه پارس این تهجانشین معنا داره. من از نگاه من خلاصه من همین چی را یافتم. برای چی؟ برای اینکه خوارزم پارسی میگن زبان خوارزم اصلا بگیم که امروزه زبانی نه ایرانی نه بگیم تاجیکی را مانند است. اونو حتی که در ترکی هم بگیم مانند نیست اما ترکی مانند است دیگه خیلی بگیم لهجه داره. اینا همون تهجانشینا پارس بودن و ترک گفتگی من اکن به خلاصه آمدم از همین چیزها. ترکا این همون
انسان هایی که حیاتی کوچمنچگی داشتن اینا را ترکا میگفتن. یعنی که این نام یگان زبان نیست. در اینجا من نام زبانی وی ترکیست یا نامی نمیدانم فلانی وی ترکیست. اینا بعدن اینا بگیم که ترکی زبان یا فارسی زبان شدن. یعنی در اینجا خیلی زبان پیدا شد. من خلاصه ما میگم وقتی که انسان هایی که شهرسازی میکردن اینا بیشتر تجربه یکدیگر را آموختن، اینا بیشتر تجارت و غیره ها اینا بین خودشون بیشتر روابط میکردن. از اینجا زبان ها آمیخته شده بگیم کلمه های نو پیدا شد. از بس که اینا دویم و یک جایی بدن اینا کوشش میکردن کلمه های پیدا کنن که با یکدیگر معاشرت داشته باشن و این کلمه را اینش هم استفاده بره دیگرش هم استفاده بره. ما این حال ژنتیکی و اکسپرتیز نگذراندیم که ما ژنتیکی اینا را جدا کنیم. اما و ترک ها گفته یعنی این معنای همون تهجایی که بسیار در یک جا زندگی نمیکنه کچونی آبرز حیات داره کوچمنچگی اینا را ترک میگفته. اما کوچمنچی است ترک گفتن دیگه. یعنی این ترک یگان معنی یگان زبان نداره. وقتی که اینا زباناشون اومدن و بعدن اینا بعدن اومدن مثل زبان ها که حرف ها و بعضی کلمه ها پیدا شد بعد اینا را گفتن که هم خیلی یعنی با همون یعنی ترک زبان گفتگیش یعنی این معناش از نگاه من است شخصا من فهمیدگی من همون خواستم همین چیز معناش حقیقت چه بیاورد. ترک گفتگی یعنی ترک زبان گفتگی این همون است که همون یعنی زبانی همون کوچمنچیان گفتگی است برای که اونا هم دیالکت همون زبان و غیره خودشون بگیم که استفاده میبرن این زبان کوچمنچی ها است همون خیلی گفتگی. و پارس زبان گفتگیش این پارس این همون تهجای نشین میشوند که همون یک جدا میمونن اونا را پارس میگفتن. برای در بعضی جای های همون چیزی در همون اروپایی ها هم که همون تاریخشون اگر نظر کنی بعضی جاده پارسی شده استن گفته است. یعنی این نگفته است که پارسی شده استادی تر زبان با اونها مانند شده است. پارسی شده استن گفتگیش این همون معنایش که تهجانشین شده است. این زبان تهجانشینان و زبان کچونیکان یعنی که همون از این شهر به شهرهای دیگر کچیوت میکردگی یا که بگیم همون یورت ها کچی میکردن این ترک میشیدگی است. این ترک شیدگی است یعنی که این چیز برای کگاناتی ترک گفتن هم همین معنا میآید که یعنی کگاناتی کچونیکا میشود در اینجا. و دویم چیزی که قسمتی مردم اوکراین که امروز که اوکراین شدن قسمتش ترک نام داشتن. قسمتی مردم اوکراین ترکو بودن یعنی که ترکو گفتن این معنای را نداره که او خونی او از خونی ما بود که زبانش زبانی ما بود که او را ترک میگفتن. یعنی در اینجا ترکو گفتگی گپ معناش که همون کچونیا بودن اینا. یا که خیلی در روس ها هم مثال روس های بگیم روس های ترک بودن یعنی که اونا روس هستن ژنتیکی روس هستن بگیم تمام همون شاخ بتش روس هست اورا نیکی خاطری که ترک میگفتن اونا را ترک میگفتن خاطری که او کچونی بود یعنی او چسته بگیم که کچیوت میکردن از این منطقه به منطقه به منطقه دیگر
برای همون اونورا بگیم که ترک میگفتن، یعنی کچونی گفتگی است با این زبان اوزیرا. و پارس این آدمای تهجانشین هم میگفتن. اگر که پارس گفتد زبانی که امروز گپ میزنن بگیم که این لهجه را اگر لهجه مثل زبان پارسی میگفتن، هیچ وقت خوارزمی را پارس نمیگفتن زبانش دا. برای که در همون بین مردمی بگیم کچونی همون زبانی که امروز ترک زبان میگن مانندی داره، تهجانشین خوارزم بود. خوارزم تهجانشین بود. این معنی را نداره که خوارزم با تاجیکی امروزه یا با ایرانی امروزه مانند صحبت میکنن. نه، اونا این صحبت نمیکردن، اما اینا را پارس میگفتن، خوارزم پارسی میگفتن. معنای پارسی تهجانشین است. این یگان چیز دیگر بگیم که در اینجا من نیافتم. این خلاصه بروریم است، شاید اشتباه باشه. با کدام دیگر اگر این معنی را خوانده باشه، مطالعه کرده باشه، نه از نقل خدا رحمتی بابی بیبیش بگیم که بگیره چیزی که در دهنش اومد گفتن بگیره تو نمیدونی نه تری خودش در حیاتش گفت همون با این چیزا را مطالعه کردگی نیست، گفتگی نیست، خوندگی نیست و به برای بگیم که عقلیات بده. خیلی انسانو نه، انسانایی که خوندگی هستن و انسانایی که بگیم که جواب داده میتونن در همین چیز که مثال خوندگی است، این معنی داره یا اون معنی داره، میتونن در کامنت بنویسن. اما این بگیم تنها خلاصه براریم است. وقتی که من هم همین چیزا را خوندم و کفته یافته اثرهای کهنه را آمدم بگیم که هم کلمه پارسا برای چی بگیم که این نام اومد با بگیم که این زبان داده شد. اینا همون استاندارد نیامو از اول که همون بگیم که سر کردن بگیم همون شهر سازی را همون انسان ها را پارسا میگفتن. کدامی که شهر سازی میکرد اونا را پارسا میگفتن. یعنی که من همین معنی را پیدا کردم. و ترک گفتگی این همون بگیم образ حیاتی که بگیم که همون در обширной територия بگیم که абитация کرده، بگیم که مال حال اخوات کرده و خیلی بگیم که تهجایی نشین نداشتن، بگیم یکی یا جاده تهجایی نبودن. یعنی که او چند تریتوریا کلان از خود میکردن و بگیم همون تریتوریا ده دیگر بگیم که از اینجا با اوجش از اینجاش با اوجش بگیم که چریده میگشتن خوردن. اینا را بگیم ترکا میگفتن. ترکا یعنی این معنای او را داره که اینا همون کچونیکا. ترک گفتگی این کچونیک گفتگی گپ است. حاضرش اگر بگیریم این کچونیک گفتگی. خب در فرمیروفکای زبان ها اگر بیاییم، در فرمیروفکای زبان ها ولی میگن که فلانی ها و ترکا بدن یا که فلانی ها و فارس ها بدن، تاجیک ها بدن. گفتگی گپ ها هست. در اصل بگیریم این گپ ها از نگاه من کلا نوتغری میگیره، کلا نوتغری میگیره از نگاه من. برای چی؟ برای اینکه او زمان بدگی انسان ها اصلا نه ترک هم میشناختن و نه فارس هم میشناختن. او زمان بدگی انسان ها پیش از زمان همین کلمه ها پیدا شدن. او انسان ها حتی که با این زبانی که نه ترک امروز گپ میزنه یا نه فارس، اونا با این زبان ها گپ نمیزدن. بسیار اوچانی ها سپارید میکنن، بسیار انسان ها سپارید میکنن بگیم که اونا با فارسی حرف میزدن یا که اونا با ترکی حرف میزدن. گفتگی گپ این چیز نوتغری هست. برای چی؟ برای اونکه اونا اصلا دیگه خیلی حرف میزدن. از اون معلوم میشوه همون گفتم که همون زنکایی که میکشن میمونن، که زنکایی که میمونن
аз амун знакҳо маълум мешавад ки уно аслан дигар хел гап мезадан, бештар уно гап намезадан, бештар уно чӣ мекардан, садоҳо мекардан, ишораҳо мекардан. ин оддитарин чиз. алон мо дорем ҳамин чизҳоро, ҳамин одатҳоро алон дорем. хонада боша, агар якдигара телефони маро надиди бигӯй мега. асобина дар қишлоқ ҷои чиз бисёр истифода мешавад, мега. яъне не гуфтаги гап аст. ҳамин чизҳои ишоравӣ то ҳол алон дорем. та гирифти ӯро бигӯй агар мега, яъне ки ҳо гуфтаги гап аст. ҳозирам дар қишлоқҳо шуморо намедонам, аммо дар дуруни қалағҳои чиз бисёр бигем ки абширна чӣ мешавад, истифода мешавад. гуфтани гап, гуфтани гап, ҳамин хел ишораҳо. ва ман фикр мекунам ӯ замон бештар ишораҳо будан, бигем ки ҳамин хел баъзе садоҳо буд, баъзе чизҳое буд ки уно байни якдигаришон суҳбат мекарданд. ва ӯ вақт бештар қабилаҳо зиндагӣ мекарданд, ба якдигаршон контактҳошон бисёр кам будагӣ аст. бале бародари азизам, восе ин минтақаҳои хатлон, ин минтақаҳое ки ҳаст, ин минтақа аз асри 7 мобайнаш бигем то асри 9 мобайнаш каганати қалғо аз дасти хитоиҳо, ино пеш дар дасти хитоиҳо буданд, ин замино дар дасти хитой буд. асри 7 мобайнаш то асри 9 мобайнжа каганати қалғо ина зада мегиранд. баъди ӯ баъд дар каганати бигем ҳамо смена династия мешавад қарахониҳо, то асри 12 мобайнша то 13 қариб ин замино ҳамаш бигем ки замини қалғо мешавад, барое ки ин аз дасти хитоиҳо гирифтагӣ ҳастанд, яъне аз дасти каси дигар не. худи ҳамин номҳо нишон мета. Қорғон тепа мисол мегирем, ин бигем ки Қорғон ин мақбара тепа мешавад, ба тоҷикиш мақбара мешавад, чӣ мешавад, қаср мешавад ҳамтаре. мисол Ховалинг то ҳозирам маънои тоҷикӣ надора. ин аз ҳамун ҳуа як чизи хитоӣ, аз ӯ хитоӣ қалғо гирифта ира ҳоволик гуфтагиян. ҳоволик яъне барҳаво, замини барҳаво, бисёр ҳавои хуб дора, табиати хуб дора гуфтагӣ гап. اون اول هوا چی بد در همون تاریخ است. بعد از گرفتن کاغانات قلقا اینجا این منطقه را نامش میمونن هوالیک میشود. اینجا هوالیک بود. بعدن یه هوالیک مثال قرغان تپه، بعد قرغان تپه شید کمترک بگیم لهجه تاجیکی پیدا کرد. لهجه تاجیکی قطعی گفتن. کلو، این کل با تاجیکیش آزی کل میگن، اصلا در تاجیکیش هاوز میشود. کل گفتنی گپ در تاجیکی نیست، کل یعنی که این کل هاوز. این هم بگیم همه اینا ترکی هستن. این منطقه همشون بگیم که 5 عصر زیاد در زیر بگیم که قلقا بود. یعنی این منطقه ها منگول ها اومدن، بعد عصرهای 12 منگول ها اومدن اثر کردن همون بیت و منگول ده. بعد بیشتر بگیم که پارسا یعنی تهجانشین هایی که سمرقند، بخارا و دیگر جای هایی که بدن تهجانشین از خیلی بگیم که دیگر جا اینو همون استوسته بگیم گرفتن از همون حمله مغول. بعد همون بگیم که زمین هایی که بگیم همون زمین قلقا، تریتوری قلقا گذشتن رفتن، اینو تهجا شدن. مثال میگیریم در ختلان اوتا اوچا میگن. اوتا اوچا گفتنی گپ در فارسی نیست. این بگیم که کلمه ترکی است. ماما، بابا، اوتا اوچا، اینو بگیم که کلمه های ترکی است. وقتی که اینا اومدن بگیم تهجانشینا یعنی پارس گفته تهجانشین میگن. وقتی تهجانشینا که اومدن طرف ترکا گفته همون کچونی obraz حیات میگفتن که او که پشت ده فقط گاو و مال بز میکردن و گوسفند میکردن، یعنی حیاتی
қалғо ҳаёти чӯпонӣ буд, бештар молу ҳол доштанд. Барои ино зиндагишон чӯпонӣ буд. Вақте ки тарафа омадан, ино оста-оста омадан дигар ҳамун менталитет ё гӯиши қалғира ба худшон, ӯ замоно қалғо худшона афросиёб мегуфтанд. Вақте қарахониҳо аз династияи бигем ки каганати қалғ ба бигем ки смена династия қарахониҳо мешава, уно худшона афросиёб ном мемонанд. Яъне меган мо афросиёбо ҳастем. Вақте ки уно мераванд дар уҷа, оҳиста оҳиста бигем ки ҳамун забон дигар қабул мекунанд. Мебинад ки ота, ота, оча, оча, мома, мома, бобо, бобо. این زبان دیگر همون منطقه خصوصا همون خطلان همون کجایی ده که همین زبان هم میبینین رفتگی است. این منطقه ها بگیم که اصلا همون پارسا آمدگی هستند. یعنی تهجانشینا پارسا بگیم که طرف ترک ها آمدگی هستند. یعنی همون کچیونی حیات آبرز داشتن اینا او طرف ها آمدگی هستند. نه بگیم که اونا کوچمنشیشیده آمدگی هستند. تاریخ خیتون میتونین که بیو دوداری عزیزم ما که چای خیتا که یکان چی نمیکنم مثل یک بران هستی برای همون بگیم تباریم بران قطعی نیستای تای صحبت کردن. میتونین خیتون تاریخ هایی کنین و ورق بزنین و بگیم که این سرزمین ها بگیم عصرهای 7 8 7 مباینش 9 10 8 9 10 11 12 500 سال در زیر کی بود این زمین و زمین های کی بود کی جودا چراگاه بود و در همونجا میتونین که پیدا کنین. بعد بگیم که اینو میرون یعنی که امروزه پارسا گفتگی ما یعنی که تاجانشینا اینا طرف که بیشتر میرون. وقتی طرف که بیشتر میرون اینا در اونجا بگیم که بعد همین زبانای بگیم که اوتا اوچا ماما بابا خولا اما این چیزا را بگیم که بعد اینا سمیشنی میشوند. بعضی کلمه ها را دیگر از پارسا بگیم ترکا میگیرند، بعضی کلمه ها را از ترکا پارسا میگیرند و دیگر بگیم که اسیمیلی رود میشوند. یعنی بیشتر کلمه هایی که بگیم در پدر مادر با تاجیکیش میشوند، بی بی بگیم میشوند، مثال پدر بزرگ میشوند بابا، در این چیزا استفاده بردند. مثال بعد چیزای ترکی استفاده میبرن، اوتا اوچا بابا ماما خولا اما، یعنی که بعد این چیزای استفاده میشه. برای همون این یگان جای چی نداره. این من میتونم با تاریخ نسبت کنم که 5 عصر بگیم که این زمین قلغا از دولت کگانت قلغا تا پایانشوی قرخانی ها این منطقه هایی که بگیم زمین خطلان زمین بگیم که داشت و بگیم که خودی سمرقند و بخارا بگیم که 200 سال داجه 2.5 عصر در دست قلغا بود، یعنی قرخانی ها بود. از پایان عصر بگیم سرشوی عصر 999 سال خودی دولت سامانی را بگیم که شکست دادگی پال نیراس بگیم شکست داد. این دولت قرخانی ها بود، یعنی دولت قرخانی ها دولت سامانی ها شکست داد. 978 سال بگیم که چی را گرفتگی بود از دست سامانی، بگیم که سمرقند را گرفتگی بود. یعنی 980 سال بگیم که ابوعلی ابن سینا تولد شد که او زمان زمین اوجه بگیم تریتوریای دولت قرخان. سامانی همگی 90 سال دولت داری کردگی است. یک کوتاه‌ترین مهلت رشد کردگی است. اینم با کمک بگیم که جای خفگیش نیست، اینم با کمک عرب بود بگیم که رشد کردگی است. برای چی اینا با تازیان نام گرفتن؟ تازیان این معنای تازه شدگی نیست. تازیان گفتگی مخشرو کرده بگیم که رشد کرده میگیم تازیان، این معنایی که همون فارسایی که از چیز تازه شدن یا تازی شدن. نه، تازیان گفته عربا را میگفتن، تازیان گفته عربا میگفتن. وقتی که تازی گفتگی نام این گروه فارسی که سامانیان بدگی و از همون دور تازی نام گرفتن، اینو که عرب شد گفتگی نام گرفتن، تازی گفتن. برای چی؟ وقتی عرب زمین پارس حمله میکرد، یعنی که تاجانشینا بگیم از اون طرف که حمله کرد پارس ده، اینا را عرب ها را تازی گفتن. یعنی
حملگر غارتگر بگیم که غصبگر همین معنا دارد تازی تازنده یعنی که میتوزه اما چی را بگیم چی میکنه تازی این نام عرب بود یعنی پارس ها عرب تازی نام کرده بودن نه پارس ها را خودشان تازی یا که نه عرب ها تاجیک های عرب گذشتگی را تازی گفته بودن برای چی؟ برای اینکه تازی گفتنی که یگان مفهوم مفکوره عربی نداره تازی این کلمه بگیم که امروزه پارسی یعنی همون امروزه لهجه‌ای که بگیم تاجیک و ایران و افغان داره تازی گفتگی کلمه برای همین کلمه ها را مردم ما تازه شیده میخونن خیلی خلاص بگیم که کوشش میکنن مردم بگیم تو تاخت بتن نه که تازی این غارتگر میگفتن حملگر غارتگر تازی میگفتن داجی این کلمه بگیم که وقتی بین بگیم که ترکو یعنی با همون کچوینی ها وقتی که بگیم حمله کرده بودن در یعنی جنگ بین بگیم تهنشینان یعنی پارسا قطعی شده بود یعنی پارس گفتم یا شهردارا میشوه ترک گفتم این کچوینیکا میشوه این نام یگان انسان نام یگان زبان نیست اینا گفتم بعد همون زبان گپ میزدگی کچونی زبان گپ میزدگی یا تهجانشین زبان گپ میزدگی شید اینا زبان پارسی و زبان ترکی گرفت وقتی که اینا حمله میکردن خودی همون پارسا یعنی تهجانشینا اینا را تازی میگفتن یعنی ترکا را تازی ها ترک زبانایی که امروز ما میگیم تازی ها میگفتن یعنی همون غارتگرا جنگاورا حملهگرا میگفتن یعنی غارتگرها میگفتن تازی گفتنی گپ این یگان کلمه تازه شید از فلان جا برآمد ما اومدیم تازه شیدیم گفتگی که معنا را نداره تازی گفتنی گپ معناش حملگر و غارتگر بود وقتی که بگیم قبیله فارس بود یا قبیله ترک بود حتی که دولت قراخانی ها اسلام قبول کردن بعد یا تازی شده بودن یعنی همچون بگیم که قطعی اسلام بعضی جنگای بگیم ونوترینی همون مسلمان کردن دیگر انسان ها دا بگیم که سهم گذاشتگی هستن اینا رو هم تازی گفتگی هست یعنی این تازی گفتنی گپ تاجیک گفتگی گپ نیست اگر که این کلمه را که تاجیک از همون تازی بدن گرفته باشه یعنی که تازی بدن این تازه بدن نیست این با تاجیکیش تازه بدن میشوه عرب ها تازه نمیگن مثال گیری میره اینا فقط پارس ها استفاده میبردن این کلمه را زیدی عرب ها تازی آمدن تازی گفتگی یعنی غارتگر جنگاور جنگکن غصبگر همه خیلی انسان ها تازی میگفتن حتی که این کلمه در ترکا هم استفاده برده شده است تازی ترکا گفتن تازیان ترکا آمدن گفتن یعنی گفتگی نیست که تاجیکی ترکا آمدگی است تازیان گفتگی غارتگر گفتگی اگر که امروز از همون تازی گرفته کلمه تاجیک ساخته شده باشه کلمه تاجیک معناش غارتگر میشود غصبگر غارتگر این یگان کلمه معنای تازه نداره من این را همچه هموطن گفتیستم شما میتونین اثبات کنین شما میتونین بکوین شما میتونین ورق بزنین شما میتونین خلاصه براری کنین و ببرارین برای چی من پیش هم گفته بودم که هموطنای عزیزم شما باید بگیم که ملت سامان باید باشه یعنی شما باید ملت تونه بگین ما سامانییم ما ملت سامانییم پارس زبان یعنی که تهجانشین زبانی سامانیانه اینه ای ملت براتون تغری میگیره برای همین هم بگیم که خودی سامانی برای چی کلمه تازی را سامانی دولت سامانیان دادن برای اون که دولت همون پارس نشینا را به همراه گفتم که با کمک عرب ها زمین ها را گرفتن غصب کردن منطقه افغانستان ایران زمین های اینا را گرفتن از همین جا بگیم که اینا یعنی که همون خیلی امروزه تاجیک میگفتگی انسان ها همون سامانی ها لقب تازی را از پارس ها گرفتن این عرب ها دادگی نیستن پارس ها گفتن اینا تازی شیده هستن تازی شیده یعنی که عرب شیده هستن برای چی در تاریخ های زبان های روسی یا که خیتایی ها را اگر پیرواد کنی سامانی ها را پتون که عرب میگن یعنی نسل عرب میگن
یعنی که اینا خود پارسا میگفتن که تازی شدن اینا، یعنی عرب شدن، غارتگر شدن. این تازی یگان کلمه درست معنای درست نمیده، یگان معنای درست نیست. عرب شده غارتگر شده یعنی که غصبگر شده، یعنی هم خیلی اگه انسانی بگیم که بد، یک کلمه بد است تازی، کلمه خوب نیست. از این کلمه امروز گرفته تاجیک ساختگی باشن، اگر که بگن که ما عرب ها تازه شدیم، عرب ها ما را تازی ها گفتن. در عرب تازه شدگی چیز تازی نمیگن، یگان چیزی تازه را تازی نمیگن عرب ها. میفهمین؟ بسیار گپ نازد. نه برادر عزیزم، میتونی که خودت لایف سر بتی بگیم که صحبت کردن بگیری، هیچ که پیش رات نمیگیره. این فکر ما هست، ما میگم یگون مشکلی نداره. شاید اشتباه کنم، اگر اشتباه باشه صد بخشش، نه که اشتباه نباشه. اما اون چیزی که من گفتم و یافتم، اون چیزی که من خوندم و اون چیزایی را که من داد کردم بگیم که در سر خودم، و اون چیزایی را که از دیگر جایها گرفتم، تاریخ ها را معناهاش گفتم یافتم. برادر عزیزم، کلمه تازی این کلمه تازه نیست. کلمه تازی کلمه غارتگر است، یعنی عرب ها را تازی ها میگفتن، پارسا عرب ها را تازی ها میگفتن. از بس که سامانیان تازیان گفتن، یعنی که اینو عرب شده ها گفتن. برای هم در دیگر استوری چیزا میوید که سامانید پتان که عرب، یعنی نسل عرب میوید در اونجا. برای همون مکسیمال نه کلمه را تازه کنین و مکسیمال نه از کلمه دست بکشین. این دایش اختیار شماست. اما امروز اینترنت رشد کردگی است، امروز پیشروی رشد کردگی است. امروز بگیم که فردا بس فردا این چیزا را همش میبرورن، تاریخ را راست میمونن، میگن که تازی کلمه دزد، غارتگر یا که عرب یا که نمیدونم چولنشین، کچونیک، نیزنیک، اینا را تازی میگفتن. میگم که این کلمه در ترک هم استفاده شدگی است، از پارسا یعنی تهجانشینا. ترکای تازیان آمدن گفتگی است، یعنی ترکای غارتگرا آمدگی است. غارتگر گفتگی گپ است این از اون چیزاش. برای هم خطون میدونین انا تا اتیستی. خب ایش مشکلی من است، من اتیست هستم، نمیدونم. من فکر کنم که بیشتر تنگریان میگفتی اگر درستر میگرفت، برای که ما بیشتر تنگریا را میخونم و تنگریا را بگیم می آموزم و بیشتر بگیم که حیات ما با همون مطابق همون تنگریا تنگرم، یعنی که با زبان ترکا بگیم اگر تنگرم میگن، یعنی که تنگرم ما بیشتر بگیم که ابراز حیات ما بگیم تغری میکنم و چی میکنم، چخیل میگن زندگی میکنم. یعنی این حیات من است، لبوی چی خوب میشم، این یکان جایی چی نداره. و ما مجبورم نیستم مسلمان شدن ده، و ما مجبورم نیستم بگیم که یک چیز دیگر شدن ده. این یکان جایی پنهانی نداره، یکان جایی چی نداره، این حق من است. میفورد قدیم سلام علیک که اگر که دینت همین چیزا را اگر که رشک کنه و کدامی که از دینت نیست و او دشمنیت و دیگه چی باشه، پس مشکلی در دینت است. در دین ما تری مشکلی ها نیست تنگره، یعنی که چیزی مشکلی ها نداره. یگان دین قطعی، یگان مذهب قطعی، یگان چی قطعی مشکلی نداره. برای من خوبتر است، ابراز حیات ما در تغری میگیره. این ترکیه، ولی برادر ترک کلمه خوب است. ترک کلمه بگیم که همون کچونیکا گفتگی گپ است. امروز روسیش در کچونی نراد میگه که ترک گفتگی این کچونیک گفتگی گپ است. پارس گفتگی کلمه جانشین، یعنی همون شهرساز در شهر، یعنی که اطرافش محکم زندگی میکنه. تهجانشین گفتگی معنا را میده. پارس تهجانشین. زبان پارسی زبان تهجانشینان، زبان ترکی زبان همون بگیم که کچونیکان گفتگی گپ است. باقی بگیم که سلامت باشین، سربلند باشین، خونتون آباد باشه. اما من همچون دوست بگیم یا همچون هموطن گفتم و این تحلیل ما بود، شاید اشتباه هم باشه.
воқеъ бигем ки ҳамун калимаи зебои порсӣ мегем ки яъне барои чи зебои порсӣ мегум ин маъноеро дорад ки калимаи зебои ҳамун таҳнишинон яъне ҷонишинон ки ҳамун шаҳрсозон гуфтагии маъноро дорад. калимаи зебои порсӣ яъне шаҳрнишинон шаҳрсозон гуфтаги порс гуфтани шаҳрсозон гуфтаги маъно дорад. калимаи зебои порсӣ мегум яъне зебои шаҳрнишинон падруд то ба дурудҳои дигар яъне бисёр як калимаи зебо аст. ва дар бораи забонҳо ҳам яъне бо алоҳида метавонем ки мо суҳбат кунем. албатта ки мо инсонҳое ҳастем, насли ҳамун насли ҳамун одамҳое ки ҳамун аз азал дар ҳамин ҷо буданд ва имрӯз мо ӯро мекашем тарафи худмон, и турк буд, дигаре мекашем, и порс буд, и дигар буд, ӯ дигар буд. мо иштибоҳ мекунем, барои он ки уно на турк буданд, на порс буданд. уно ба ҳамун бигем ки дигар ном қатӣ, аммо аҷдодҳои мо, гузаштаҳои мо буданд. албатта кира бояд мо бигем ки қадр кунем. ҳар чи ҳаст нест, ҳамаи мо бигем ки аз ҳамун инсоное ки як замоне ки 2000-3000 одам ки пайдоиш шида буд дар ин минтақаҳо, мо насли аз ҳамун 2000 одам имрӯз инами қадар шидему байни худмон бозам тақсимҳо ҳам шида гирифтем. боқӣ саломат бошӣ Алтай бура. боша бародари азизам, аз Алтай имрӯза бигем ки то Тоҷикистоне ки шумо нишастагӣ ҳастен, ин гуфти русо ки потом завоёвани территорияи қалғо аст ки аз дасти хитоиё гирифтагӣ аст. фейсбуки ма будро Астана Арслон Каган ва дар уҷа ма чоп кардагӣ ҳастам. агар хоҳӣ бо чоп мекунам, ҳамун источникҳо да будро нигоҳ куку ин заминҳо аз ки аст ва аз ки гирифтагӣ ҳастанд ва чандин сол дар зери дасти қалғо буд. аз уҷа баъд маълум мешавад. фаҳмиди бародари азизам? ба ҳар ҳол мо аз Алтай то ин минтақа гирифтагӣ будем, замини мо буд. падруд то ба дурудҳои дигар. худат бори бародари тупой боша, сад ҳайфи худат ки ҷавонита ба тупоӣ мегзаронӣ.